با سلام خدمت کاربران محترم داتیس نتورک، امیر محمد جلیلی هستم. در این ویدیو قرار شیوه نصب PHP در سیستم عامل لینوکس رو به شما عزیزان آموزش بدیم. برای این کار یک سرور مجازی آماده کردیم که روی اون لینوکس توزیع CentOS ورژن 6 و 8 نسخه 64 بیتی رو نصب کردیم و با سرویس SSH به اون کانکت شدیم. در محیط ترمینال لینوکس باید یک سری دستورات رو وارد کنیم تا PHP روی سرور ما نصب بشه. برای نصب PHP ما قرار از دستور یام استفاده کنیم. پیش نیاز استفاده از دستور یام این هست که شما مخازن معتبر لینوکس رو نصب داشته باشید، مخازنی مثل ایپل که داخل سایت داتیس نتورک هم میتونید پیدا کنید. مقاله نحوه فعال سازی مخزن ایپل رو کافیه روی همین کلمه ایپل که داخل مقاله هست کلیک کنید، به اون مطلب هدایت میشید. در این آموزش فرض ما بر اینه که شما مخازن معتبر رو نصب کردید و ما قراره از جایی شروع کنیم که با دستور یام PHP رو نصب میکنیم. بنابراین در قدم اول ما دستور یام اینستال PHP کامان، یعنی همین دستور رو کپی میکنیم و در محیط ترمینال، من بزرگ کنم محیط ترمینال رو براتون، با کلیک راست دستور رو پیست میکنیم. خب الان من اگه اینتر کنم میره و دپندنسیاشو چک میکنه و هر چیزی که لازمه نصب فایلش رو پیدا میکنه و ما کافیه تایید کنیم تا پکیج های ما نصب بشن. خب خیلی سریع دیدیم که به ما کامپلت داد، یعنی نصب ما موفقیت آمیز بوده. خب الان PHP نصب شده، اما ما PHP رو که به صورت انفرادی استفاده نمی کنیم. معمولا با یک وب سروری و پایگاه داده‌ای قرار استفاده کنیم. PHP ماژولاره، یعنی شما یک سری ماژول میتونید نصب کنید که کارکرد بهتری داشته باشه، و یا اینکه مثلا ماژول PHP-MySQL رو نصب کنید که ارتباط بین دیتابیس MySQL و PHP رو فراهم میکنه براتون. و یک سری ماژول ها که در اینجا براتون لیست کردیم و شما با کپی کردن این دستور میتونید این ماژول ها رو نصب کنید، و یا اینکه اگر خودتون ماژول خاصی مد نظرتون هست اضافه کنید به این لیست و اون رو نصب کنید روی سرورتون. خب من دستور رو کپی کردم، حالا کافیه اینتر کنم، با یس تایید میکنم که اینها رو میخوام نصب کنم. خب PHP و ماژول‌هاش با موفقیت نصب شدند. حالا باید تست کنیم ببینیم فایل های PHP روی سرور ما اجرا میشن یا نه. خب من قبلش یک وب سرور آپاچی روی همین سرور نصب کردم. حالا میخوام یک فایل PHP بسازیم ببینیم که به درستی اجرا میشه یا خیر. خب همونجور که داخل وبسایت گفتم که چی کار کنید. شما کافیه وارد مسیر var www.html بشید، مسیر پیش‌فرض داکیومنت روت سرور وب سرور آپاچی. خب من اینجا یک فایل به اسم phpinfo.php رو میسازم و داخلش کدی رو که براتون داخل وبسایت قرار دادم قرار میدم. با کنترل او سیو میکنم در محیط نانو، اینتر، و با کنترل ایکس از این محیط خارج میشم. خب همونطور که میبینید در مسیر داکیومنت روت ما یک فایل ساختیم به اسم phpinfo.php. اگر آدرس IP سرور و در ادامه مسیر این فایل رو من بهش بدم، باید این کدی که داخل فایل قرار دادم به درستی اجرا بشه و اطلاعات PHP رو به ما بده. خب برای این کار داخل براوزرم آدرس IP سرور و در ادامه
php رو میزنم. خب میبینیم که PHP ورژن 53 برامون نصب شده و اطلاعات کلی رو داره بهمون نشون میده. خب نصب با موفقیت تموم شد. یک بار حتما سرویس های مربوط به پایگاه داده و وب سرورتون رو ریستارت کنید. این آموزش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.